من دیدمش. خیلی خوب دوستان عزیز و گل، اومدید به یک سگ‌کن نخندی که همه ایرانی ها میذارن تا ویو بگیرن. اگر علاقه‌مندید که به ما هم ویو بدید، لطفاً این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، چون که ما خیلی زحمت کشیدیم برای پیدا کردن این چند تا ویدیو. شما میدونید که ما آدمای بیزنسی و موفقی هستیم. خب بعد تو اکسپلور اینستا مثلا چیزا خنده‌دار نیومد، همش انگیزشی و ترید و آره دایی. اومدیم که واسه شما یه مقداری اینقدر خنده بذاریم. اما داستان داره، ما باید دهنمون رو پر از آب بکنیم و به جای اینکه توی یک ظرف بریزیم به صورت هم دیگه میپاشیم. ایرانی که فکر میکنه خیلی خفنه. یه الله دوست داری لایک خوردیم به مشکل وی پی ان. هر کسی که زودتر بطری خالی بشه به باخته دیگه. ما الان جفتمون ماهیم توی اقیانوس. هم تو آب شناوریم، هم میتونیم آب بخوریم. ایول. هم میتونیم از همین آب نفس بکشیم، هم میتونیم از این آب غذا بخوریم. فقط یه سوال، دستشوییش کجاست؟ توالتش کجاست؟ منظور چیه؟ کجا میریم خودمون رو تخلیه میکنیم؟ منظور چیه؟ کجا برینیم؟ کجا برینیم؟ تو همین آب دیگه. آب دوونه، آب جاریه. آب اقیانوس اینجوری نیست که انقدر راحت کثیف بشه دیگه نشه خورد. آب جاریه. من نمیخوام انم و غذام یه جا باشه. انخور که نیستم. ما الان جفتمون ماهیم توی اقیانوس. هم کسا دلم نمیخواست بخندم، فکر گرفته بودم این آدم یه چیزی همین دیدم داشته بود محصول صرافه اونم چیزی خندم گرفت. ای دهنه چی من دیدمش. نمیشه که پارش کنی. بابا اگه ببین چه گند اینجا بلند شد. وای این خیلی خوبه. تا صبح همین آزاری من میخندم. چهرش که پوکر فیس شدیدی. کنه خودتا. Yeah. Okay.
ریاکت به ویدیو قبلی. اوه لپتاپ. اوه آقا جوان احمد آقا معصوم، آقا ماشاءالله مهدی بهمنی، آقا رضا نوری، آقا ماشاءالله مهدی بهمنی، آقا رضا نوری، آقا رضا بهروزی، محمد آقا امیری، آقا بهزاد مهدی حمیده، آقا رضا نوری کجا آقا رضا نوری کاکاسیه؟ نمیتونم نگه دارم. آخرش میزنه تو گوشش نما کن. همون تو رو من میکنی و خندم. یه رفیق بیکلک مادر. وای این گربه چقدر نازه. گربه رو دوست داره. شوربه رو دوست داری؟ دیزم بکشه. چرا این کارو کنم؟ من خیلی عصبیم. تو یه شخص دیوانه ای. این شغل هممونو میکشه. ولی اون اصلا اینجوری به نظر نمیاد که پیاغو باشه. گوزی 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 گوزی. Alligator. علی خاتون علی خاتون خاتون چش خاتونه. چطورید بچه ها؟ ریتاکس هستم، خوش اومدید به این لتس پلی از بازی با توجه به چیزی که ما میبینیم این بطری منه، این بطری آریم، بطری من خالی تره. من بازنده این میدان هستم، به نظرم میرسید. اگه دوست داشتی بدن تو قول دادی خدافزی بکن، بگو مثلا لایک کنم فلان کنم. It was at this moment that he knew. He fucked up. لایک کنید خداحافظی باشه. همگی تو کامنت ها آریان بیشرف نگاه کن چه بلای سرمون آوردی. نگاه کن تو چیکار کردی؟ بابا دار من میخندیدم قشنگ پاشید اون. آره دیگه لایک و اینا هم نکنید، ما دیگه این ویدیو نمیسازیم با اجازه. Break yourself, don't talk to your girl, nigga, this true